Instagram submit کردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه امروز را با نام خداوند بخشاینده مهربان، به نام همان خدایی که به ما عقل و دین داده است که تا انسان بودنمان را به تن گیریم و همچون انسان زندگی کنیم و همچون انسان مسئولیت شناس باشیم. و درود میفرستم به سرور معلمان، معلم بشریت که توفیل او ما انسانگری آموختیم، توفیل او ما مسلمانگری آموختیم و توفیل او ما بد و نیک را از هم جدا میکنیم و توفیل او ما اخلاق حمیده آموختیم. سلام و درود به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یک بار دیگه سلام بر شما تماشابینان عزیز. امروز ما باز هم یک برنامه دیگر در شبکه یوتیوبی پیام تیوی آغاز میکنیم. این برنامه دریچه یک روزنه برای فکر کردن و امید میبرم که ما در این روزنه فکر خیلی اندیشه های خود، فکرهای خود، ملاحظه های خود را خواهیم گفت و امید میبرم که با دوام هر هفته در همین روز پنجشنبه یک مهمان را به برنامه دعوت میکنیم و فکر و اندیشه های او را درباره موضوع داغ روز یا که موضوع داغ هفته پرسان میشویم. تماشابینان عزیز، مهمان امروزه ما یک دانشمند علوم اسلامی، همچنین سیاستمدار، رهبر دستگاه اجرایی پیمان ملی تاجیکستان، استاد اسلام جان سیدов هستند. استاد به برنامه خوش آمدید میگویم. تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید و نوبسته از سرتشویش بودنتان وقتی پرقیمتی خود را دریغ نداشته مهمانی ما شدید. تشکر زیاد برادر گرامی شوکت جان. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود همدیاران عزیز، برادران و خواهران گرامی. سر اول هم تشکر میکنم از برادر شوکت جان به خاطر راه اندازی یک چنین برنامه خیلی مفید و ضروری و در عین حال و همچنین تبریک میگویم به خاطر این برنامه، چون ما این یک از همون طوری که از نامش معلوم هست یک روزنه و دریچه فکر است که ما این برادر شوکت جان باز کردن و امیدواریم که در آینده این دریچه و این روزنه فکر تبدیل می شود به یک شاید پنجره و بعدا به یک دروازه شاید وسیع‌تر و امیدواریم که اندیشمندان و دانشمندان و شخصانی که دارای فکرهای استاد شخص شد به فکرم. اینترنتتون خوب نیست. اینترنت خوب نیست. آزاد چطورش خیر است؟ گپ زنید ادامه تید. حالا من یک چی دارم در همین بردن برنامه در شکل مصاحبه، یک پرینسیپ دارم که پیش از آن که سوال و جواب را با مهمانم سر کنم از اون میپرسم که در طول یک چند دقیقه یگان گفتنی درباره همین موضوعی که من بررسی میکنم گفتگی باشد و شاید چندین سوال هایی که هست نیاز به دادن نماند. حالا من از شما پرسیدنی هم که نظر شما درباره واکنش‌هایی در جامعه به میان آمده درباره منع ستر و حجاب چی است؟ در همین باره طول یک چند دقیقه از همه زیادش 10-12 دقیقه صحبت می‌کردید
بعد از آن ما صحبت را سوال و جواب را سر میکردیم. بسیار خوب. چون برادر شوکت جان این برنامه شما از نامش هم طوری که معلوم است با مثلا روزانه فکر ما شاید بیشتر اطراف این فضای با وجود آمده در رابطه با این وضعیتی که هست و در رابطه با این قانونی که از جانب پارلمان قبول شد و واکنش هایی که هم از جانب دانشمندان دینی و هم از جانب مردم عوام در عموم مسلمانان کشور در رابطه با این قانون بود و همچنین باز عکس العمل حکومت با آوردن با دانشمندان درباره و جواب گفتن به این همه واکنش ها، یعنی یک صحبتی داشته باشیم. و از روزی که این قانون قبول شد و من پیگیری دارم این شبکه های مجازی رو و بیشترین اکثری اونهایی که واکنش کردن واقعا، و این یک چیز طبیعی است، چون وقتی که باور و مقدسات دینی برای یک مسلمان که خیلی ارزش دارد، وقتی که از جانب حکومت یک چنین عملی ناسنجیده صورت گرفت، یک طبیعی است که با واکنش مسلمانان و خصوصا دانشمندان دینی مواجه می شود. و من از همون روز اولی که این قانون قبول شد و این واکنش ها شروع شدن، این مسئله رو پیگیری دارم و واکنش های مختلفی در این زمینه هست در رابطه با این قانون. اگرچه واکنش هایی که هست از جانب چه دانشمندان چه مردم مسلمان کشور، همه اطراف این هست که حکومت تاجیکستان با این قانون، یعنی با تصویب این قانون میخواهد، یعنی اون پوشش اسلامی و پوشش خواهران مسلمان را از سر آنها بگیرد و نگذارد که در جامعه‌های جمعیتی و در کوچه ها دیگر خواهران مسلمان، خواهران تاجیک با پوشش اسلامی راه بروند. و این واکنش ها بر این اساس هست و چون وقتی که در نوارها هم نشر شد که یعنی عملکرد مقامات بر همین اساس هست، یعنی اونها بالای خواهرانی که پوشش اسلامی دارند و اون را که از مقدسات میدانند برای اونها حمله میکنند و اونها رو وادار میکنند که پوشش های اسلامی خود را از سر بکشند. ولی در مقابل حکومتداران و اون ملاهای یا دانشمندانی به قول که درباری هستند و در خدمت این حکومت هستند، اونها این را قبول ندارند و میگویند که این یعنی منع حجاب یا که معنی پوشش اسلامی نیست و برعکس تشویق و ترغیب پوشیدن لباس ملی هست. و واکنش هایی که از جانب دانشمندان دینی، واقعا اونهایی که دانش کافی و معلومات کافی دینی دارن، واکنش های منطقانه بود وقتی که دیده می شود اونها با تکیه به نصوص شرعی، چه قرآن باشد چه حدیث باشد و چه نظر علما، یعنی ضرورت و فرضیت پوشش اسلامی رو برای مردم شرح میدهند و این مسئولیت خودشون رو انجام میدهند. و همزمان بعضی واکنش های هم هست که واقعا انسان رو وادار به فکر کردن میکند که فکر کند که چرا چنین واکنش ها و در این حالت این همه واکنش ها با وجود آمد. مثلا قسم در واکنش ها دیده می شود که قسم از شهروندان ما دیگر شروع میکنند به بیچاره نالی، یعنی گویا این که از بیچارگی خود مینالند و شکایت بیشتر به درگاه خداوند و دعا به خاطر از بین بردن این ظالم و این نفری که قانون‌های رو به تصویب میرساند که هم خلاف ارزش‌های دینی هست و هم خلاف منافع و رسم و عرف و عادت ملی.
قسمی از شهروندان ما این طرز واکنش نشان میدهند و قسم دیگر باشد دیگر شروع میکنن به لعنت و نفرین کردن طرف مقابل و از این دریچه وارد میشوند و قسم دیگر باشد هم ما دیدیم که دیگر بالاتر از اینها دیگر با حکم به کفر کردن و اینها رفتن. خلاصه و هر کدام با این روشی که انتخاب کرده است، با این روشی که در انتخاب کرده است، یعنی خود را تسلی میدهد، خود را تذکیر میدهد که اون مسئولیتی دینی که دارد یا اون مسئولیتی که بر دوش او همچون یک شهروند تاجیک مسلمان گذاشته شده است، اون مسئولیت را انجام داده باشد. و قسمی هم از دانشمندان و مردم تاجیک رو میبینیم که گذاشتن به نصیحت کردن حکومتداران و به نصیحت کردن نفرانی که این قانون رو میخواهند تصویب کنند. من چی گفتنی هستم در رابطه با این واکنش ها؟ گفتنی هستم که یا برادران ما یا که هم وطنان ما یا اینکه واقعا نمیدونن که سرچشمه این همه مشکلات چی هست و یا اینکه این اولین قانونی هست که بر ضد ارزش‌های دینی ما در کشور قبول می شود و این اولین باری هست که این اشتباه از جانب حکومت سر میزند که یعنی میخواهم با نصیحت کردن، با بیچاران عالی کردن یا اینکه با بیان کردن فرضیت این پوشش اسلامی یعنی بفهمانم به حکومتداران که این کار شما خطا و غلط هست و برخلاف ارزش‌های دینی هست و یا اینکه واقعا میدونن که مشکلی در چی هست و این همه مشکلاتی که حالا در کشور وجود دارد و این یکی از اون مشکلات هست که در گذشته هم ما زیاد داشتیم قانون‌هایی که بر ضد ارزش‌های ملی قبول شدند و خودی همین قانونی آزادی وجدان خودش سراسر همین مخالف همه اون قوانین موجود در کشور و مخالف عرف و عادت و رسم و آیین ملی و مذهبی ما در کشور هست. این یک نمونه است. نمونه دیگر مثلا باز بستن این هم مساجد، از مسجد منع کردن خواهران تا 18 سال منع کردن خب پسر بچه ها رفتن به مسجد، منع کردن تعلیمات دینی چی در مساجد باشد چی در خانه ها باشد. خلاصه صدها دهها و صدها قانون های است که به تصویب رسیدن و که مخالف ارزش های ملی و ارزش های دینی ما هست. اما در این مرحله وقتی که این قانون قبول شد واقعا این همه سر و صدا بلند شد و که واقعا از یک جهت باعث خوشحالی است که مردم ما حالا هم نشان دادن، یعنی برادران ما، خواهران ما و که اکثرا هم متاسفانه اکثرا اینها در بیرون از کشور قرار دارن باز نشان دادن که حالا هم یعنی اون یک نمود جرأت، یک نمود یک نمود جرأت و آگاهی در اونها هست که این واکنش ها را انجام دادن. اما من فکر میکنم که بیشتر این واکنش های یک دفعینه هست و واکنش هایی هست که بیشتر احساساتی هستن، واکنش هایی هست که یعنی عکس العمل یک نوع عکس العمل هستن و شاید در یک مدت کوتاه این واکنش ها خاموش شوند، یعنی خدا کند که خاموش نشوند و تا آخر بروند و نتیجه بدهند. اما از تجربه گذشته مثلا قانون های قبلا هم قبول شد، معلوم است که این یک سرعتی بالا دارد و بعدا میرود به طرف پایان. و من چی گفتنی هستم یعنی باید ما بیشتر به این فکر کنیم و نتیجه همه این مشکلاتی که هست، این همه مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد، یعنی از این قانون هایی که به تصویب میرسند، اینها همه نتیجه اون افکار اندیشه هایی هست که اون منظومه فکری هست که
اون سیستم فکری هست که در کشور ما وجود دارد. اون 100 ساله ها شکل گرفته است در کشور ما و این همه حالا ما مصیبتی که در کشور میبینیم، چی اون سیاسی هست، چی مشکلات اجتماعی هست، چی مشکلات اقتصادی هست و چی این مشکلاتی که امروز ما میبینیم که قوانین قبول میشود که مخالفی یعنی ارزش های ملی و مذهبی ما هست و ما بیاییم این مسائل رو کاوش کنیم، آسیب شناسی کنیم که چرا امروز ملت ما با آنکه دعوای استقلالیت میکند، یعنی این حکومت ما و دولت ما با آنکه دعوای استقلالیت میکند، دعوا میکند که مثلا یعنی ما استقلال دولتی داریم و استقلال ملی داریم و دعوا میکند که ما با دنبال ملت سازی هستیم و ولی در عمل میبینیم که عملکرد اینها، رفتار اینها برخلاف این دعواها و ادعاهایی که اینها دارن انجام میگیرد. همین قوانینی که قبول میشود از جانب حکومت، اینها بیانگر این هستند که این همه دعوا هست و این مشکلاتی که الان هست و همیشه در کشور وجود دارد، اینها بیانگر این هستند که در افکار دیگری در این جامعه ما شکل گرفته است. یعنی افکار دیگری در جامعه ما شکل گرفته است، چی در طرف حکومت و چی در اونهایی که مثلا در این مسئله واکنش نشان دادن. برای همین ما بیشتر باید بیا فکر کنیم که اصل و ریشه این مشکلات را پیدا کنیم و روی اون با هم بحث کنیم، روی اون با هم صحبت کنیم که چرا چنین قوانین از جانب حکومت و کشور ما قبول می شود و چنین واکنش ها در جامعه با وجود می آید. بیشتر ما بیم این رو آسیب شناسی کنیم و ببینیم که این بر اساس کدام اندیشه و فکرها هستن که این چیز با وجود می آید. ما از نگاه ما باید شاید 100 سال پیش، یعنی 100 سال پیش از این را بیایم بررسی کنیم و ببینیم که در این 100 سال اخیر، در 100 سال اخیر چه این دوره استقلالیت، 70 سال دوره شوروی و حتی پیش از اون هم ببینیم که در جامعه تاجیک ما چه افکار و چه اندیشه های شکل گرفته است که اونها مانع شدن که ما تا حال نتوانیم تبدیل به یک ملت واحد شیم و تا حال نتوانیم ما یک دولت ملی بسازیم. باید ما این همه این چیزها رو باید بررسی کنیم اگر میخوایم واقعا یعنی همه این مشکلاتی که در جامعه امروز هست اینها را به طور درست سبب و اصل اینها را پیدا کنیم. ما رو میباید که برگردیم به 100 سال قبل و ببینیم که در نتیجه شکل گرفتن این همه اندیشه و افکاری که در این مدت شکل گرفته است، اینها همه سبب شدن که امروز این نتیجهش ما داره میبینیم در جامعه. از یک جهت یک کشوری واقعا دیکتاتوری، یک کشوری که یک خانواده در اختیار خود گرفته است و با همین شکل حکومتداری مردم به شکل راضی هستند که این نوع حکومتداری هم مخالفی دموکراتیا و اون قانونهایی که در کنستیتوسیون هست مخالف اون هست، هم مخالفی اون شریعت و مذهبی هست که ما مسلمانان داریم از اون پیروی میکنیم، مخالف اون هست ولی ما این رو داریم تحمل میکنیم و بخبر از این هستیم که همه مشکلاتی که امروز ما میخوایم اونها رو حل کنیم با این واکنش های سرسری خودمان، با این بیچاره‌نالی امان و با این مثلا نفرین لعنت کردنمان، این همه ریشه در این مشکلاتی اساسی دارد. ببینید اینجا حکومت بیشتر دعوایش این است که تهاجم فرهنگی وجود دارد. در حالتی در همین عصر امروز تهاجم فرهنگی وجود دارد و از بین این گونه مثلا گریم تهاجم فرهنگی تهدید به آن میکند که احتمال دارد به استقلالیت کشور تهدید کند، یعنی مستقلیت کشور از بین رود، فرهنگ یک ملت از بین رود. حالا سوال من به شما این است که چرا ما
چرا ما از اینکه استقلالیت رو یا فرهنگ ملی رو از دست میدهیم میترسیم؟ اکثریت کشورهای متمدن علاقه نمیترسن از این، از خیلی در این باره کم صحبت میکنن. چرا ما بیشتر در این باره صحبت میکنیم؟ آیا واقعا یعنی تاجیکستان همین مسئله آسیب پذیر است؟ من وقتی که عملکرد حکومتداران این روزا رو واقعا وقتی بررسی میکنید، من اینها رو این حرفا رو یک بهانه بیش نمیدونم، چون بیش از این که ما بیاییم خود رو از تفاهم فرهنگی حفظ کنیم به قول حکومتداران یا اینکه استقلالیت فرهنگی داشته باشیم، ما بیشتر باید اندیشه ملی داشته باشیم. یعنی وقتی که یک حکومت خود اندیشه ملی ندارد، این با چه شکل به سر قدرت آمدن این حکومت برای ما معلوم است. اگر واقعا این حکومت اندیشه و ایده ملی داشته باشد، هیچگاه یعنی استقلالیت داشته باشد، این حکومت و دولت ما واقعا استقلالیت داشته باشد، اندیشه ملی داشته باشد، هیچگاه از این چیزا نمیترسد. این مسائل نباید به واسطه یعنی قبول کردن چنین قانون ها مثلا حل شود. این مثلا این مسائل با واسطه فهماندهی بحث‌های فکری، صحبت‌های علمی من به این حرف شما راضی بوده نمیتونم، چون که فهماندهی که حکومت تاجیکستان دارد در یگان گوشه و کنار دنیا وجود ندارد. این برای این فهماندهی، برای عسکری رفتن فهماندهی، برای سر لباس پوشیدن فهماندهی، برای چند دیگ موندن، چند کیلو برنج در دیگ جوشانیدن فهماندهی، مثلا گریم گاو کشتن یا گوسفند کشتن فهماندهی، معرکه مردم فهماندهی، عقیقه مردم فهماندهی، توی عروسی مردم، همش فهماندهی. این فهماندهی هایی که وجود دارد یگان کشور دنیا ندارد. چرا باز هم فهمیدم؟ یعنی این مسئله نباید حکومت دست به این کار بزند، یعنی حکومت نباید دست به این کار بزند. چی مثلا بزند؟ وقتی که میگه منظور، یعنی این مسائل باید از این وظیفه مثلا مرکزهای علمی هست، مرکزهای فکری هست که این کارها رو انجام بدهند، نه اینکه مثلا حکومت بیاد مستقیما وارد این مسائل شود. یعنی وظیفه و رسالت یک دولت معاصر، دولت امروزه، دولت زمانوی، برای همه معلوم است که چی کار باید انجام بدهد. اما حکومت ما با مشغول شدن به این کارها، یعنی با مشغول شدن به این کارها از اون وظیفه و رسالت اصلی خود را دور نگاه می‌دارد. یعنی گویا که اصلا وظیفه یک حکومت ما وظیفه حکومت امروز باشد مثلا همین سر و لباس مردم را تنظیم کردن، در حالی که وظیفه یک دولت معاصر، یک حکومت امروزه، یک جامعه امروزه این هست که مثلا فضا را آماده کند، فضای مثلا مساعد آماده کند برای گفتگوی آزاد مردم و اون در نتیجه گفتگوی آزاد، در نتیجه بحث و بررسی آزاد این مسائل حل خود را می‌یابد. منم با این نیستم که مثلا حکومت بیاد خودش مثلا حکومت فهماندهی کند و حکومت همیشه دست به این کارها به خاطر چی میزند؟ به خاطر این میزند که از مسئولیت و رسالت اساسی که دارد امروز از اون انجام اونها کوتاهی دارد. مثلا اقتصادی کسادی که امروز در کشور ما هست، از نگاه اقتصادی در کجا قرار دارد، از نگاه سیاسی در کجا قرار دارد کشور ما، از نگاه زندگی مثلا اجتماعی مردم در کدام حالت قرار دارد. اینها وظیفه حکومت هستند که این مشکلات مردم رو برطرف کند. اما حکومت دارد دست به کارهای میزند که اصلا وظیفه حکومت نیست، اصلا هیچ ربطی به حکومت نداره که بیاید مثلا این کارها رو روی دست بگیرد. و اکثر وقت فرض کردیم بگذار در سطحی وزارت فرهنگ این کارها پیاده شود. ولی این اگر بحثا واقعا بحث‌های علمی باشد به دخالت حکومت، ببینه اگر این بحث‌هایی که مثلا هم شورای علما صحبت کرد، نه که به قول مفتی و هم رئیس کمیته دین و هم دیگر علما صحبت کردن، اگر این صحبت ها به این قانون قبول کردن باشن، به اینکه مثلا قانون قبول شود بعدا مردم واکنش کنن و در نتیجه واکنش مردم حکومت مجبور شود که این ملاها را بیرون بیارد و مجبور کنند که در این مورد صحبت کنن و این کار حکومت رو سفید کنند. اگر همین صحبت های دو طرفه بین دانشمندان دینی باشد یا اینکه مثلا اندیشمندان و مثلا
روشنفکران بدون دخالت حکومت باشد، این خیلی نتیجه میدهد. از اینکه مثلا حکومت بیاد یک قانون قبول کند، بعد قبول کردن این قانونی واکنش ها در جامعه با وجود بیاید، قانون ناسنجیده، بعدا مجبور شود که بیاید یک قسم از مثلا عالمان یا دانشمندان یا علمای دینی رو مجبور کند که این عملکرد حکومت رو سفید کند. این نتیجه برعکس میدهد. حالا ببینید، من همینجا لازم شود اینجا همون نواری به صحبت رئیس شورای علمای تاجیکستان اشاره کردید. در اونجا عبدالرحیم خالقزاده هم شرکت کردگی است. عبدالرحیم خالقزاده میگوید که این قانون توسعوی است. حتی به توسعوی بودنش، یعنی یک چیز توسعوی باشد اجراش حتمی نیست. بله، قانون توسعوی، اگر همین یک قانون توسعوی باشد، چی لازم برای یک چنین قانون قبول کردن؟ اگر توسعه باشد یک کس مثلا میتونی توسعه بدهی، یک وزارت بگذار توسعه بدهد مثلا. وقتی قانون توسعوی باشد، عملکرد این حالا قانون به تصویب نرسیده است، به امضا مثلا قانون تا این حدی که حالا هست، الکی ما دیدیم که برخورد مقامات با مثلا خواهران که لباس اسلامی و بردارن چگونه است. یعنی قانون توسعوی به همین شکل می شود. برخورد مقامات که در نوارها نشر شد که چگونه با خواهران لباس اسلامی دارن چگونه برخورد میکنن، و اینها همه برای ساکت کردن یا خاموش کردن این همه واکنش ها هست. الان مثلا ببینید خودی مفتی سید مکرم هم اون چیزی را میگوید که دیگر دانشمندان اسلامی در واکنش هایشون میگویند که تا چی اندازه پوشش برای زن مسلمان فرض است. اصلا همون چیزی رو بیاد یک بار برای روشن شدن همون گفته های او، بیاد یک بار گفته های سید مکرم عبدالقادرزاده رو گوش بکنیم اول، بعد صحبت رو ادامه میدیم. روزی هستید؟ بله. شورای علما خواهشمندیم که وابسته به معیارهای معین نموده شریعت دین اسلام، وابسته به پوشیدن سر و لباس با اعتبار گرفتن عرف و عادت‌های ملی شرح و توضیح دهید. مرحمت. سلامت باشید. به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. حالا همچنانی که شما قید نمودید، البته دین مبین اسلام تمام جزئیات حیاتی انسان رو و مسلمان رو به نظر گرفتگی هست، و خصوصا در مسئله لباس. حالا موافق گفته‌های خدا و رسول خدا و شرح و تفصیل و درک و ادراک مذهب امام ابو حنیفه، البته لباس رو در اساسی آیه های ذکر شده در قرآن شرح دادگی هستند که یکی رنگ، یکی متاع چگونه بدنش فرق نمی کند و عرفی هر ملت، قوم، منطقه با در نظر داشتی اون منطقه و جای گیرشوی اون منطقه و عرف و عنعنه‌های اون قوم و ملت ها، یعنی فقط دین مبین اسلام معیاری که برای مرد و برای زن لباس معین کردگی است، درست است. و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مسئله لباس زن میگوید که برای زن روی، دستها و قدم ها یعنی پایه ها شرط نیست که پوشانیده شود. یعنی باید که حتی میبینیم که در طواف خانه کعبه هم، یعنی زنها باید، یکی از شرط های طواف این است که باید که چهره ها کشاده و دست و پای ها کشاده باید که طواف کنند. حالا موافق مذهب امام ابو حنیفه، یعنی این رو چنین اجازت دادگی است یا اینکه پیشکش کردگی است در اساس آیات های کریمه. و چطوری که شما گفتید، البته یعنی دین مبین اسلام خصوصا مذهب امام ابو حنیفه عرف و عنعنه‌های هر ملتی رو به اعتبار میگیرد، مادامی که مخالف به شریعت نباشد اون عرف و عنعنه همیشه به نظر گرفته می شود. گذشته از این زیاده از 1000 سال است که مردم ما پیروی از دین مبین اسلام میکنند، 1300 سال یا زیاد یا کم، یعنی پیروی از دین مبین اسلام میکنند و در
طول این زیاده از 1000 سال با همون لباس های ملی و رنگ های خاصی منطقه و ملتی ما، مردم تاجیک از قدیم، از ابتدای اسلام با اون عرف و عنعنه های خود که رنگ و دوخت و شکل و یعنی اینش شریعت اسلامی رو، یعنی یا که پوشش شرعی رو مذهبی رو هم رعایت کرده است. لباس چنان تنگ و یا اینکه خیلی چسبیده و تنک باید نباشد. حالا متاسفانه مشاهده می شود که بعضی‌ها یعنی در نظر سطر دارن لیکن چنان لباسی چسبیده به بدن و تنک در بر دارن یا در بدن دارن که تمام عضوهای بدن ظاهر می شود. این سطر نیست. حتی قرآن میگوید که ولباس التقوی ذلک خیر، یعنی لباس پرهیزگاری، لباس تقوا و پرهیزگاری بهترین لباسی هست که شما رو از فسق و فجور و از یعنی مقابل یگون هجوم و از خطر شما رو نگه می‌دارد. اگر ساده‌تر کرده گوییم همون معیارهایی که از جانب شریعت معین گردیده است، یک نفر میتواند که با پوشیدن همون لباس‌های میلشون همون معیارها رو بجا بیاره. حتمی یعنی هر ملتی، هر قومی موافق. همینجا نگاه کنید، اگر شنیده باشید اینها کمتر عقب نشینی کردگی هستند. در صحبتشان علاقه دیده می شود که نسبت اون معرکه های ضد سطر حجابی که در کوچه های پایتخت به میان گذاشتن، اینها علاقه در حالت عقب نشینی هستند. اگر اهمیت داده باشید گفته شدن که لباس ملی را ببر کن، فقط در آن معیار و طلبات های شریعت رعایت شود. مگر مجبور کردن یک زن، یک خواهر در کوچه او رو قاپیده باز داشته از داخل مشروطه فراورده او رو گفتن که گردنت باید نماید، رومونت رو از عقب پوش، همین به طلبات شریعت همین طلبات جواب میدهد یا نه؟ ولی اینکه در شما گفتید اینها یک شکل عقب نشینی دارن، این من قبول دارم، اما این به خاطر همین پس کردن این واکنش ها هست. این عیناً همون کاری را انجام میدین که ساحران فرعون انجام میدادن. اینها هیچ محل هیچگاه یعنی که به منفعت مردم و یعنی اون چی که شریعت و قرآن میگوید اینها اون رو طرفداری نمیکنه. این هم عقب نشینی به تعبیر تکتیکی هست. و ببینید در همین صحبت هم یا شکلی از اون سوال اصلی میخواهد به دیگر طرف بگیرید، به دیگر طرف برام. بله میرود که مثلا لباس تنگ و تنوک و این مسائل رو مثلا مثال میزنند. این یک گریختن از چیز از سوال اصلی هست که شما باید این مفتی در اینجا با طرز مفصل یک پوشش اسلامی رو باید شرح میداد که پوشش اسلامی یعنی چی است، یعنی چی. بله. و از طرف دیگر میاد مثلا باز بحث رو به دیگر طرف میبرد، لباس تقوا. خب لباس تقوا گفتم مثلا یک شکلی میخواد بحث رو مطرح کند که یعنی هر لباسی که به بر میکند یک زنی مسلمان اون فرق نمیکنه چگونه لباسی که باشد ولی تقوا داشته باشد. یعنی اصل مغز صحبت این هست که اون دیگر لباس مهم نیست، مهم که تقوا داشته باشد. یعنی این شکل میخواد مثلا مطرح کنه، خیلی خطرناک است. و اون چیزی که شما گفتید برای میگفتن که این عمل کرده که در کوچه ها دیده میشود اون اصلا مخالف این هم صحبت های اینها هست. در اینجا صحبت اینها به این شکل هست که یعنی همون پوشش اسلامی اگر از متاعهای از لباس های ملی باشد هیچ اشکالی ندارد، در حالی که اکثر خواهران و مادران تاجیک از لباس های ملی میدوزن میپوشن. وای نیرنگباز ها در همین اروپا مادر خواهران ما سر لباس عادی تاجیکانه میپوشن. بله بله، در همین اروپا همسران ما با لباسای تاجیکی میگردن. با لباسای تاجیکی میگردن. چرا این قانون، تصویب این قانون برای چی است؟ یعنی سوال شود که قبول این قانون برای چی هست؟ در اینجا یک نکته دیگر رو اشاره کردن این دومله ها که شریعت اسلامی مخالف عرف عادت نیست اگر عرف عادت مخالف شریعت نباشد. علاوه بر این بالاتر از این در اصول فقه عرف عادت یکی از دلایل احکام هست. یعنی یکی از دلایل است که
از بر اساس اون احکام استنباط می شود بالاتر از این دعوای اینها. پس چرا وقتی که شریعت مخالف عرف و عادت نیست، چرا شما قوانین قبول میکنید که قوانین به تصویب میرسونید که مخالف رسم و رسوم و عرف و عادت مردم و شهروندان خود شما است؟ یعنی این پوشیدن لباس به این شکل تبدیل شده به رسم، به عرف و عادت و فرهنگ مردم و ملی ما. چرا شما آمده قانون‌هایی را به تصویب میرسونید که مخالف این عرف و عادت رسم و رسوم مردم ماست؟ چرا یک بار این سوال رو برای خود نمیکنید؟ در مدت 70 سال شما تلاش کردید که اینها همون به قول همون بر اساس اندیشه و تفکر بلشویکی دارن عمل میکنن. شما برای اینکه شما خطاب میکنم در مدت 70 سال تلاش کردید که این فرهنگ ملی ما را از مردم بگیرید و دیدید که نمیشود. چون هر اندیشه، هر ایدئولوژی، هر فکری که در هر جامعه که مخالف رسم و رسوم و مخالف عرف و عادت اون باشد موافق نمیشود. ما دیدیم، مشاهده کردیم که در 70 سال شما نتونستید این کار انجام بدهید. حالا هم دارید به قول گاوزور میکنید. یعنی اینا با تعبیر توجیکی ما محلی ما گاوزور میگویند. یعنی باز هم میخواهند که با استفاده از این لفظهای ملی، لباس ملی، فرهنگ ملی، این ارزش‌های مثلا ملی ما رو از ما بگیرن. یعنی برای یک مسلمان این پوشش ارزش ملی حساب می‌شود، یعنی فرهنگ این حساب می‌شود. بله، حالا دوام صحبتش را گوش کنیم. یعنی چی؟ من چی گفتنی هستم؟ یعنی ملت توجیک لباس خاصی خود را دارد، ملت عرب لباس خاصی خود را دارد. هر ملت یعنی لباس خاصی خود را دارد، با لباس خاصی خود همون معیار شرعی رعایت شود. این است مهم، دیگرش مهم نیست. حتمی شرط نیست که ما یعنی پیروی از لباس‌های بیگانه دیگران رو یعنی پیروی کنیم و تقلیدی کرکرانه کنیم. اینجا با ما روید است که همون یک معیار دیگری که از جانب اسلام معین گردیده است، این مکروه دانستنی پوشیدن لباس شهرت. لباس شهرت چه است؟ لباسی که شخص را از دیگران چی میکند؟ فرق میگذارد. یعنی با اون لباسش یا فخر میکند یا از دیگران خود رو بالا میشمارد، یا اینکه لباسی است که جلب میکند، یعنی نظر دیگران رو به خود جلب و جذب میکند. این مکروه است. این باید که لباسی، یعنی لباس تقوا همون است که باید که فخر نکند، از خود رو از دیگران بالا و برتر نداند و جذاب و جلب کننده و جذب کننده و به فسق و فجور برنده نباشد. نیک متاسفانه میبینیم که گاه در کوچه ها هم چنین هست که لباس خیلی تنگ و چسبیده و سیاه و یک چیزی که در چشم نمایان میشه و خیلی جذب کننده و حتی به فسق و فجور هم میبرد. و این چی میگید؟ ببینید چقدر مشکل هست. ببینید چقدر مشکل است وقتی که خود اینها با همین حرفایی که میزنن راضی نیستن. بله. قسمتی که این صحبتی که مفتی داشت واقعا براش خیلی مشکل هست. یک چیز عادی، یک مسئله پوشش اسلامی و که یک مسئله عادی هست در آیات قرآن به صراحت وارد شده، در حدیث پیامبر آشکار وارد شده است که چگونه و چه شکل باشد. ببینید در بیان کردن یک مسئله خیلی ساده دینی که از در قرآن و حدیث واضح و آشکار بیان شده است، اینقدر عذاب میکشد، اینقدر مشکلی. برای چی؟ چون که مشکل در این قانون قبول کردن این قانون نیست. مشکل در بالاتر و کلانتر از همه این است که ما ملت تاجیک راضی شدیم که 30 سال این حکومت را از ما یک نفر غصب کند و هر طرزی که میخواد با این ملت مناسبت کند و علاوه بر این مجبور میسازد نفرانی پس فطرت، نفرانی خودفروخته و نفرانی بدبختی را که میآیند و همه این عملهای بدبختی اون نفر رو میخواهند که سفید کنند، مجبور میسازد که اونها رو سفید کنند و این بدبخت ها هم با هزار حیله و نیرنگ میخواهند که این همه بدبختی رو برای مردم توجیه کنند. یعنی مشکلی ما در اینجا هست. یعنی مشکلی در اینجا هست که ما نتونستیم مشکلات اساسی جامعه امروزه رو بیان کنیم. در شریعت یا که در همون فرموده های پیامبر صلی الله علیه و سلم به رنگ لباس اشاره شده است یا نه؟ به رنگ لباس
دیگر چگونه که خودی مفتی در اول صحبتش گفت، یعنی که این هست که لباس باید خیلی تنگ نباشد و غیر کف دست، روی و قدم هم رو پوشانیده باشد. بله. دیگر اون چی فرق میکنه که چگونه لباس باور میکنه؟ لباسی حال دیگر این علاوه بر این از حقوق‌های فردی یک انسان است، یک شهروند است. سیاه میپوشد، سفید میپوشد، کبود میپوشد. وقتی که یک کشوری حقوق بنیاد میگیم، چرا قانون‌های تاجیکستان اعتبار ندارند؟ یگان قانون تاجیکستان برای خود مذهبداران هیچ اعتبار ندارد. برای چی؟ برای اینکه چون این قانون‌های قبول میکنن که برخلاف همه ارزش‌های ملی و مذهبی مردم هستند. وقتی که چند قانون به این شکل قبول میشود، یعنی این قانون‌ها را خود حکومتداران که مسخره میکنن، دیگه اعتبار قانون در چنین جامعه‌ها از بین میرود. ببینید در جامعه‌های پیشرفته، در جامعه‌هایی که ما زندگی میکنیم، قانون چه جایگاهی دارد؟ قانون چه جایگاهی دارد که هر نفر اون قانون رو خوب رعایت میکنه. اما در کشورهای عقیم مانده مثل کشور ما، اصلا قانون یک چیزی مسخره است. یعنی در جاهای قانون قبول میشود که اصلا نباید قانون قبول شود. اکثر مشکلات در جامعه ها نباید با واسطه قانون حل کرد. این مثلا برای مسائل قانون قبول میکنن این که حکومتداران ما، چون که یعنی آگاهی کامل یا از دولتداری معاصر ندارن، یا اینکه مثلا نادانسته واقعا این کارو میکنن. قانون‌های قبول میکنن در مسائلی که اون مسائل عرف و عادت خودش رسم و رسوم تنظیم میکنن. نیاز به قانون نیست در این مسائل. بله. همین اکثر این قانون‌های قبول شده است در یعنی تنظیم، اصلا اینو نیاز به قانون ندارن. اینها کارها و عملها و مسائلی هستند که عرف و عادت رسم و رسوم همان مردم اینها رو تنظیم میکنن، جابجا میکنن. حالا در همین باره ها گفتید اینها یک کمتر درباره خودنمایش‌دهی یا شهرت اشاره کردن. ببینید همین عملهای شرعی که واقعا یک عمل رو اجرا میکنه، در ظاهر انسان هویدا میشود، نمودار میشود. همون عملی شرعی اجرا کردگی شما ظاهرا نمودار میشود. مثلا گریم آیا طبق فرمود شریعت مثلا گریم عملهایی که در ظاهر انسان عملی میشود، آیا این عمل ظاهر پرستی و خودنمایی است؟ یعنی بین عملهای ظاهری انسان و ریا چی فرق است؟ خب ما در شریعت عملهایی داریم که اونها باید انجام شوند. اگر اون انجام نگیره اون دیگه عمل نمیشود. همین با مانند نماز خوندن. خب نماز دیگه اگر ظاهری پرستی که باشد نماز نخواهد. روزه گرفتن، حج کردن. من قلبم مسلمان گوید، در قلبم خدا رو دوست می‌دارم گوید. این کامه چیز در قلب است گوید، گفته رئیس جمهور. از جمله اونها هست همین پوشش اسلامی. پوشش اسلامی اون دیگر عمل هست. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ایمان وقتی که ذکر میشود، این ایمان کار قلبی هست. این دیگر ربط به قلب دارد که انسان مثلا چگونه باور دارد، مثلا با چی باور دارد، با چی باور ندارد. این مثلا قلبی است. اما وقتی عمل الصالحات میگه کارهای خوب انجام ده، این دیگر برمیگرده به عمل، به ظاهر انسان. پس بین این عمل‌ها که در ظاهر اجرا می شود و بین ریای خودنشاندهی شهرت پرستی چه فرق است؟ این مسئله این است که انسان عمل رو انجام می‌دهد در ظاهر، ولی قلب اون که اون با چی نیت این عمل رو انجام داده در نزد خداوند معلوم است. یعنی اینها با این گپتون من همین رو دونستم می‌خواستم. یعنی سید مکرم عبدالقادر زاده، این سلیمان دولتوف، اینها گفتن میخواهند که با این همین مسئله شهرت همین سلیمان دولتوف که شد حاضر همین مسئله را، اینها گفتن میخواهند که از نمود ظاهری انسان دیده قلب او را اینها میفهمند که ریا کرده شده. اینها دعوای فالبینی فولکشویی میکنند. حالا در تاجیکستان قانون برآمده است فالبینی فولکشویی جنایت. باید همین سلیمان دولت همچون فالبین پشت پنجره زندان شود، سردار فالبین ها و سید مکرم عبدالقادر زاده. چونکه اینها مثل که اینها قانون رو بر اساس نیت مردم رو سنجیده و دانسته این قانون رو قبول کردن.
خودی چه یعنی احمق. اینها مخصوص یک مانیتور دارن که قلب انسان رو تماشا کرده میسن. او ریا کرده ایستاده است، ظاهر پرستی کرده ایستاده است. نه خود همین ظاهر پرستی تنها در پوشش اسلامی است، در دیگر پوشش ها ظاهر پرستی نیست. اگر بر این منطقه که این جنابان بیان دارن، باید تمام نوع لباس پوشی منع کرده شود. در تمام نوع لباس پوشی ظاهر پرستی است. حالا خود شما لباسی که بر تن دارید، خودی سلیمان دولت لباسی که بر تن دارد، این دیگه ظاهر پرستی گجوش نیست. ملی است، گجوش ملی است. مثلا خود قرآن میگه که ما شما رو منع کردیم از اینکه لباس زینت رو بر کنید. در این مورد چی؟ هیچگاه قرآن یا که مثلا شریعت اسلامی مخالف زینت نیست. درباره اینها بیشتر درباره خودنمایشی بیشتر گام میزنن. به اندیشه من اینها از خودشان را همین چون به حیایانه سر و لباس میپوشند، خانمانشان به حیایانه سر و لباس میپوشد، خانمهای خود را و یک قشری به حیای جامعه را از قشری به ناموس با شر با حیای جامعه محافظت کردن میخوان. با انمی قانونهای مجبوری اجباری محافظت کردن میخوان قسمی به حیای جامعه را. وگرنه نگاه کنید یک نفر لباسی توی پوشد اجازت، اروپایی پوشد اجازت، نیمیسی پوشد اجازت، مثلا گریم هر چی ترکی پوشد اجازت هست، کتاییست که اجازت، تورецکی اجازت هست. اما مسلمان به طور مسلمانی پوشد، این بیگانه پرستی است. دیگراش بیگانه، کتاییست که پوشید تو بیگانه پرست نه، تورецکی پوشید تو بیگانه پرست نه. مثلا گریم اگر اینها این اقدام رو کنن، مغازه های سر لباس های ترکی رو باید محکم کنن، سر لباس های چینی رو باید محکم کنن. در مغازه ها هیچ چیزی میفروختگی نمیموند اگر همه این رو محکم. نه، اینها بیگانه پرستی رو تنها در سر لباس اسلامی میبینن. برای چی اینها چنین عقده دارن؟ من فکر میکنم اینها همون خانم های بی حیایشان را از قشری به ناموس باشر با حیای جامعه محافظت کردن میخوان. با قانون مخصوص همچنین نمیتونن محافظت کردن. برادر شوکت جان، من اینجا کمی ملاحظه دارم در صحبت شما. من مشکلی رو در این میبینم که این مردم، خصوصا این سلیمان دولت باشد، مفتی باشد، دیگران باشد، اینها همه قربانی خودخواهی یک نفر شدگن. چون اون نفر وقتی صحبت میکند، ببین وقتی صحبت میکند برخلاف یک حکم شرعی صحبت میکند و بعدا دستور میدهد که برای این حکم شرعی فتوا پیدا کنید. همین مسائل رو هم با دستور اون نفر این کارها میشود، چون که اون نفر غیر از همین مشغول شدن با چنین کارها دیگر کار دیگری نداره. اصلا نمیفهمه که دولتداری ملی چی است، اصلا دولتداری معاصر چی است. اصلا برای اون مهم نیست این چیزها. اون یک خودخواه این همه مردم رو به این بدبختی گرفتار کرده است و اینها در اینجا مجبور هستند که به هر شکل و به هر روشی که باشد باید این قانون رو به شکل درست و شرعی نشان بدن برای مردم. یعنی این وظیفه مسئولیت اینها اینجا هست. حالا اینکه مثلا مردم چگونه میپوشند چگونه نمیپوشند این مسئله دیگر است. یعنی در رابطه با همین قانون اینها همه یعنی قربانی خودخواهی یک نفر شدگن. اون یک نفر وقتی صحبت میکنه در یک جا و بیرون از خوب کاغذ باشد، از ورق باشد، یک چیزهای میگوید، دیگه اینا مجبور هستند که برای اون قانون درست کنن، اون قانون در پارلمان قبول شود، بعدا اینها بیان برای مردم را شرح توضیح بدن. این یک بدبختیه که ملت ما گرفتار این شده است. برای همین من در اول صحبت هم با بعضی از واکنش نشان دادم. برای چی؟ برای اینکه ما یعنی فکر میکنیم که این اولین مشکلی هست که بالای ما و بالای پایمال کردن حقوق شهروندان، بالای مثلا پایمال کردن ارزش‌های ملی و دینی ما آماده است. نه، این مشکلات ما بالاتر از همه این چیزها هست. یک روز یک برادر در یک صحبت میگفت که این مسئله حجاب، مسئله منع حجاب و این قانون یک مسئله جزئی است. بعضی برادران ناراحت شدن و من قسما با این گفته برادر راضی بودم، چون که اصلی مشکلات در دیگر جا هست. یعنی اصلی مشکلات در دیگر جا باید ما اون را روی حلش پیدا کنیم. اگر اون روی حل پیدا کرد
اون راه حل پیدا کنید همه مشکلات برطرف می شود. به فکر شما در کجاست اصلی مشکلات؟ به فکر من این است که ما وقتی که راضی می شود 10 میلیون آدم که تقدیر همه این 10 میلیون مردم را یک نفر و یک عائله در اختیار داشته باشد و بخواهد بر اساس اون خواهشات خودش و بر اساس اون منافع شخصی و عائلوی خودش و این چنین یک گروه مردم دیگری که در اونها جمع شده در اطراف اون نفر جمع شدگین و به خاطر منفعت‌های چند روزه و به خاطر در منصب ماندن تقدیر این 10 میلیون شهروند تاجیک در اختیار خود گرفتن، این از مشکلی ما باید این حل کنیم اگر میخوایم که این مشکلات برطرف شود. حالا ما یک سر صدا میکنیم برای این حجاب، اینها با این شکل عقب نشینی میکنن، مردم را آرام میکنن و به شکل این قانون حتما قبول میشود و به شکل قانون حتما قبول میشود و باز یک مشکلی که باز بالای سر مردم باز وجود. حالا بیاید سخن حقوق شناس را گوش کنیم. امروز خوب ادا نموده ایستاده است و یک تحولات جدی در زندگی همه روزه مردم ما دیده می شود. آیا در قانون مذکور حالت‌های محدود شدن حقوق‌های انسان به آزادی وجدان دیده می شود یا نمی شود؟ شما خیلی درست قید کردید که هدف مرکزی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم وقتی که از جانب رهبر دولت از حضور صعود وحدت ملی پیشروی معظم ملت جناب ولی امالی رحمان پیشنهاد شده بود سال 2007 هدف اساسی و مقصد مرکزی پیش از همه حمایت نمودن حقوق و آزادی انسان بود، یعنی حقوق‌های اقتصادی و اجتماعی انسان، بلند برداشتن سطح زندگی مردم و مدنیت معرکه‌آرایی بود و در برابر این قانون باز وظیفه‌های مشخصی داشت که از جمله این وظیفه‌ها حفظ کردن ارزش‌های ملی و دینی مطابق با منفعت مردم تاجیکستان و مردم مسلمان تاجیکستان بود. و ما واقعا هم دیدیم که طی سالهایی که قانون همچون نخستین قانون ملی در تاجیکستان عمل میکرد، یعنی با طبیعت ملی که با عرف و عادت عنعنه و مراسم‌های مردمی سر و کار داشت، برای بهتر کردن شرایط زندگی مردم، برای بلند برداشتن سطح نیک احوالی، برای درست براه ماندن تربیت فرزندان خدمت ارزنده کرد و در عرفه قبول قانون و بعد از آن هم معیارهای قانون ما می‌دانیم که در تجربه قبول قانون سندهای معیاری حقوقی در جمهوری تاجیکستان هر یک سند معیاری حقوقی که قبول کرده می شود پیش از همه مطابقت آن با کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان و سندهای حقوقی بین المللی گذرانده می شود، تشخیص کرده می شود. بنابراین قانون یگان گونه ضدیت یا تضاد را نه به استانداردهای بین المللی و نه به طلبات‌های ارزش‌های بشری و نه به معیارهای کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که به حقوق و آزادی انسان بخشیده شده است یگان گونه مخالفت را نداشت و من فکر میکنم از قبول این قانون هم نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان، هم نظام اقتصادی کشور و پیش از همه طرز برگزاری جشن و معرکه و مراسم‌های مردمی که از نظر دینی برگزار می‌شدند به یک سطح بلندتر، به یک سطح مضموندارتر، به یک سطحی که به منفعت ملت و مردم تاجیکستان بوده با ظاهرنمایی درست ایمان و اعتقاد مردم مساعدت کرد و در این رو من یگان گونه اختلاف را همچون متخصص ساحه حقوق در قبول قانون به حقوق آزادی بشری ندیدم. البته درست است که قانون وابسته به شرایط و طلبات زمان تکمیل می‌یابد. قانون وابسته به پیشرفت جامعه و ضرورت مثال درست تنظیم نمودن نکته‌های جداگانه‌ای که بعد از قبول قانون و در عملیه تطبیق شوی آن به میان می‌آید و تکمیل می‌یابد. این صفت قانون‌های زنده میباشد و قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم هم مثل یک قانون زنده که همراز و همنوای مردم تاجیکستان بود، همراه با طلبات، همراه با زندگی، همراه با رسم و آیین مردم رشد کرد و بعداً تغییرات لوحه‌ها به آن وارد کرده شد و سال 2017 تغییرات لوحه‌ای که به آن وارد کرده شد در قسم 2 ماده 14 با اشاره 1 در اونجا مخصوصا تاکید شد که شخصان واقعی و حقوقی هنگام برگزاری جشن و معرکه‌ها عهده‌دار هستند که رکن‌های فرهنگ ملی، زبان دولتی و لباس ملی رو حفظ کنند. برای چه قانون همین معیار توصیوی رو در خود جای کرد. مقصد و هدف قانون در این
قانون معیار توصیوی را جاری کرد. یعنی معیار توصیوی همین منطقی همین حقوق شناس نفهمدم عهده‌دار شده اند که معیار توصیوی را اجرا کنند. من همین منطقی گپی حقوق شناس نفهمیدم. یگان حقوق شناسی چی باشد همین مسئله را روشنی اندازد. یعنی عهده‌دار میشوی که معیار توصیوی را اجرا کنی. این چی گفتنی گپ است؟ این برادر شوکت جان، من واقعا وقتی که همین صحبت همین نفر را گوش کردم به یک اندیشه فرو رفتم که همین مردم همین نفرهایی که در همین به همین شکل صحبت میکنن آیا همین غیر از تاجیکستان یا اون جای دیگر نرفته باشن؟ یعنی از این جهان اینقدر فاصله دور دارن اینها. با این شکل صحبت کردن ببین چی میگوید. میگوید که قبول این قانون نظام اقتصادی ما را مثلا اقتصادی اجتماعی نظام اقتصادی یک دولت وقتی نظام اقتصادی خودش با کم کردن مثلا حجم توی و ختنسور و نمیدونم خدایی و حاجی زیارت کنه وقتی میخواد تامین کنه نظام اقتصادی، آخه این چی نمود دولت داری و حکومت چی دولت است این؟ این شرمندگی رو ببین. با یک افتخار این حرف رو زده ایستاده است که یعنی قبول این قانون یعنی کم کردن مثلا نمیدونم توی و معرکه و فلان و فلان، این نظام اقتصادی کشور ما رو تامین میکنه. با این مردم واقعا نمیدونم چی طرز با این مردم صحبت کرد. نه شرم نه حیا. ببین در همین قانونی که اخیراً هم قبول کردن در رابطه با عیدگردک و مسئله که این حاجی ها خراجات نکنه، در همون جرم همین چیز قید شده است که این مصارف علاوگی را در ساختن راه و بدون کپروک فلان خرج کنه. این بدبختی تا این درجه هست که این بدبختی هست که یعنی همین اسدی صاحب نظر در کتابش اشاره بر همین چیز کرده است که این طرز تفکر و اندیشه این بولشویکان نظامی ما را 70 ساله ها شاید از بازار جهانی و از کشورهای پیشرفته فاصله ها دور به اندازه واقعا همون چیز امروز داره تحقق پیدا کرده است. یعنی این قدر ما دور افتاده. یعنی معرکه مردم اکونوم کردن، یعنی به اینها آلترناتیوی کارخانه های استحصالی از خدایی مردم اکونوم کردن، این آلترناتیوی زواد فابریکه همین طور اینو میفهمن. یعنی آلترناتیوی زواد فابریکه کارخانه های استحصالی خدایی مردم. حقوق شناس از حقوقدان است. عیناً این کلمه را استفاده که من درس کردم. قبول این قانون نظام اقتصادی ما را تامین میکند. ببین وقتی که یک حکومت با این طرز تفکر و اندیشه باشد، از اون حکومت که مردم چی توقع داشته باشند؟ باور کنید بسیار. حاضر نگاه کنید همین آدم خیلی تگ گرفت، بالا گرفت، پایان گرفت، میانه گرفت و چیزهای گفت که گفت که همین معیارها ضد کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان نیستند. چی خیل آخر تو یک زنک در سری راه بازداشت میکند، از مشروطه میفرارد، میگوید که تو سر لباست یعنی رومالت بگیر، از پشت گردنت بند، گردنت نمایان شود. همینجا کنستیتوسی گوجا پومبول تگ لگت شده برفت حقوق یک انسان. اصلا برادر شوکت جان ببینید که این حکومت ما در مدت این 30 سال در دو بخش در دو جهت موفق شدگی است. ایران باید میگن موفقیت های حکومت ها بگیم و کم بگیم. در دو جهت موفق شدگی است. یکی در جهتی در جهالت نگاه داشتن مردم و جهالت بردن مردم که واقعا مردم ما اگر که شاید برادران ما خورده بگیرن، اکثر دهها تعلیم و مکتب های ما اصلا به هیچ معیار جوابگو نیستند. یعنی در این سمت واقعا پیشروی کرده است حکومت ما که در جهالت قرار دادن مردم و دیگر در فقر و تنگدستی قرار دادن مردم. یعنی در این دو بخش حکومت ما واقعا موفق شده است و اینم بر اساس همون
ایده و فکر بلشویکی و مارکسیستی است، چون هر قدر که مردم فقیر و جاهل باشد تکیه میکند به این نمود حکومت ها، یعنی در این کار موافق شدگی هستند و این صحبت های اینها که اینجا صحبت دارن برای این نمود مردم هست، یعنی برای این نمود مردم هست که مردم بیچاره شما فهماندهی باشد اینها همینجا آوردگان هر چورش یک شتگی در جای لازمیش زدگی هستن بروین با مردم فهماندهی گذارونین گفتگی هستن. اینش مثلا گرین سلیمان دولتوف کی است؟ کمیته دین، این رئیس شورای علما، اینش اسلام شناسی و یش عضو پارلمان. هر چوری اینها همین ایدئولوژی های همین ساحه هستند و هر طورش وقتی که من فهماندهی میگویم با این منظور است که حکومت دولت کارها و اون وظیفه و مسئولیت‌هایی که به دوش خودش هست اون را انجام بدهد و این مسائل واگذار شود به خود اهل اون مثلا اهل اون همون مسئله که هم موضوع. مثلا وظیفه یک دولت معاصر حالا چی هست؟ یک دولت، یک حکومت امروزه، یک دولت معاصر امروزه وظیفه‌ش این است که موجودیت اون کشور و اون منطقه و اون جامعه را حفظ کند، اون سرزمینی که در اون سرزمین زندگی دارن و اون مردم و ملتی که در اون جا را حفظ کند، که در اینجا حکومت ما الکی یک قسم سرحد ما را از دست داده است، نتونست موجودیت مثلا این کشور را حفظ کند، در اینجا الکی کمبودی دارد. دوم، استقرار و آرامش در اون سرزمین به وجود بیاید. وظیفه دولت این است. اصلا آرامش وجود ندارد در کشور ما. در کشور ما اصلا آرامش وجود ندارد. این مسئولیت های حکومت است. مسئولیت دیگری رشد و پیشرفت اقتصادیات کشور است تا اینکه مردم تنکسی از این جهت نکشند. یعنی این وظیفه و مسئولیت های حکومت است این کارها را انجام بدهد. وقتی این کارها را انجام داد، دیگر مرکزهای علمی، مرکزهای فکری، اون مثلا کارهایی که بدوش اینهاست، اونها این صحبت ها رو باید انجام بدن. اینا باید به شکل قانون باشد. یعنی منظور من از بیان این چیز هست. حالا حکومت وقتی که از انجام وظیفه و مسئولیت های خودش، مسئولیت هایی که بدوش گذاشته شده است، اینا رو انجام نمیدهد، در هر سه جهت کمبودی دارد. یک قسم زمین از دست رفتگی هست، آرامش در کشور وجود ندارد، اقتصادیات در سطح پست قرار دارد، اما آمده چسبیده است به لباس مردم، با معرکه مردم، با مثلا ختنه‌سوری مردم. تو چی کار داره به این کارها؟ این کاری حق شهروند است، چیکار میخواد انجام میده؟ چند کس رو دعوت میکنه؟ این فیض الله زاده بود، به فکرم نامش یادم برآمد. این همین آدمی که در نوار دیده شدید میگوید که ما باید اول تاجیک باشیم بعد مسلمان. شما چی میگید به این؟ ما میگوید اول تاجیک باشیم بعد مسلمان باشیم. اول تاجیک بعد مسلمان. خب مثلا اگر ما بیایم وارد این بحث شیم، چون ما ببینیم که ما مسلمان هستیم. حدیث پیامبر هست که هر مولودی که به دنیا می آید فطرتا مسلمان به دنیا می آید. یعنی اول مسلمان به دنیا می آید. حدیث پیامبر است، آیات قرآن است که ما انسان ها را بر فطرت و خداپرستی و یکتاپرستی با خلق میکنیم. یعنی انسان وقتی به دنیا میاد فرق نمیکنه که چی ملت هست، تاجیک است، عرب است، چی است، اون مسلمان به دنیا میاد. بعدا اون محیط هست که بالای اون نفر تاثیر میگذارد و اون مثلا تبدیل میشود به دیگر و دیگر. مثلا در قسمت باور و در قسمت افکار و اندیشه‌ای که مثلا بعدا به وجود میآید، این در نتیجه در اون محیط تربیت شدن است، در اون دایره‌ای که زندگی میکنه در اونجا تربیت شدن است. در حدیث هم داریم که بعدا پدر و مادرش مثلا او را مثلا به دیگر اندیشه‌ها میبرن. یعنی این اگر ایش به این شکل بیایم بحث کنیم، اگر واقعا بحث منطقی میخوایم به این شکل بحث کنیم، قرآن این چیز رو میگوید. قرآن این چیز رو میگوید که وقتی یک انسان به دنیا میآید فطرتاً مثلا بله فطرت الله التي فطر الناس علیها. اما این مسئله ها نباید، این حالا من یک چیز دیگر اضافه کنم در اینجا خیلی مهم است. یعنی اینها تلاش دارن که واقعا من بعدی مطالعه کردن همه این بحث ها و گوش دادن به صحبت های اینها واقعا تلاش دارن که یک وقت تلاش میکردن که اون افکار و اندیشه و ایدئولوژی مارکسیستی و بلشویکی را در مقابل
اندیشه های دینی و ملی قرار بدهند. یک وقت 70 سال این کار دوام کرد. 70 سال این کار دوام کرد. حالا اینها میخواهند که به هر شکل نباشد اون یک شکل یک چیزهای ملی رو در مقابل مثلا ارزش‌های دینی قرار بدهند. یعنی این واقعا یک اختلاف با وجود آوردن در جامعه هست، در جامعه‌ای که زیاده از 90% اون مسلمان هست، تاجیک هست، هم ارزش‌های ملی و هم ارزش‌های دینی براش مقدس هست. اما اینها آمده اینو دور از هم جدا دارن و این دو ملت رو یعنی مردم رو دو تقسیم کرده ایشون و در مقابل هم قرار میدن. این در آینده بدبختی برای این ملت میاد. حالا اینها گله دارن. من این رو صحبت دو نفر گوش کردم از علمای تاجیکستان. اینها گله دارن که فلان دانشمندان بیرون از کشور به جهاد دعوت دارن. وقتی که شما این احمقی رو انجام میدهید، این احمقی رو انجام میدهید که میآید یک گروه رو مردم ملی معرفی میکنید، یک گروه رو ملی معرفی میکنید، یک گروه رو مثلا نمیدونم چیزی دیگه و در مقابل هم قرار میدهید. همینجا یک چیز من نظر خودم رو دارم، فقط پیش از نظر خودم رو گفتن نظر شما رو پرسیدن میخوام. حالا ببینید همینجا اینها به مسائل دخل میکنن که این مسائل فقط تاجیکستان نیست. مثلا گره به سطر حجاب دخالت میکنن. سطر حجاب ناموس 1.5 میلیارد اهالی سیاره است. شما درباره فرض دانستنی ضروری دانستنی یک امر شرعی دخالت میکنید، 1.5 میلیارد اهالی روی زمین رو نگران میکنید و باز میگید که این مسئله داخلی ما، مسئله داخلی شما نه. شما خیلی پوچه های خود رو از کورپایتون درازتر برآوردگی هستید، بیرونتر برآوردگی هستید. طبق همین کورپای خود پا دراز کردگی نیستید. با میگید این مشکلی اسلامی، من کردنی فریضه های مسلمانی، من کردنی فرض هایی که آشکار روشن در قرآن کریم و عظیم شان گفته شده است، این مسئله داخلی تاجیکستان بوده نمیتونه هیچ وقت. و وقتی که از بیرون سر و صداها بیرون شد نگوید این مسئله داخلی ما است. جرستون میبراید. این تمام دنیا حاضر این عقب نشینی های شما، این فرماندهی های شما برای چی است؟ برای اون است که تمام دنیا واکنش کرد. ما حالا با افغانستان جواب داده شده این بیچاره ها گفتگی است که ما فقط جغرافی فعالیت ما، عملی ما فقط جغرافی افغانستان است، ما به دیگر کشورها دخالت نمیکنیم، سری کار نداریم گفتگی است. فقط همین حرفتون به بیچاره همون افغانستانی جنگ زده است که ولی قومت راست نکرده است، اکثر کشورها حکومتشون رو نشناخته است. فقط گپتون به همین ها است. اوی ترکیه همین هفته گذشته در نماز جمعه تمام مساجدش در این باره گپ زد. انجمن علمای اسلام اظهارات نشر کرد در سایت رسمیش. تمامی با نمایندگی از علمای مسلمان جهان اظهارات نشر شد. شما به کجا نگاه میکنید؟ سید مکرم عبدالقادر زاده به کجا نگاه میکنید؟ ولی من فکر نظر شما رو در همین باره دونستم میخواهم که آیا مثلا گریم همین سطر حجاب که مثلا که من این سطر حجاب در داخل تاجیکستان فقط پرابلم یا مشکلات داخلی تاجیکستان است؟ من از شما همین چیز نظرتون رو دونستم میخواستم. نه، وقتی که مثلا ببین وقتی که مثلا به این شکل مطرح می شود و نوارها به این شکل نشان داده می شوند که مقامات تاجیکستان خواهرهایی که لباس اسلامی دارن اونها رو تحقیر میکنن و اون رو روسری اونها رو میکشن میگیرن و این نوارها در فضای مجازی پخش میشن و تمام جهان این رو میبینه، تماشا میکنه و هر مسلمان دیگه به خود حق میدهد که در این باره صحبت کنه. اگرچه مثلا با دعوای شما، با ادعای شما این مسئله داخلی است، مسئله داخلی شما باشد، آیا شما چطور به خود اجازت میدهید که حقوقی این همه مردم و شهروند رو پایمال کنید؟ هم حقوق زنها رو هم حقوق مردها رو. یعنی یک زن نمیخواهد که سری لوچ باشد. یعنی وقتی که شما رومال او را از سرش میگیرید یعنی اون پایمال کردن حقوق اون هست. یا یک نفر میخواد که آزاد بگردد، شما میاد بالای سر اون مجبور رومال بپیچونید در یک دولتی که امروز خود شما دعوا دارید. یعنی من نمیفهم راستی منطق این
منطق این مردم رو، این حکمرانان رو فهمیدن واقعا خیلی مشکل است. یا که واقعا با احساسات این مردم بازی میکنن و واقعا میخواهند که یک نمیدونم تنش به وجود بیاد در این کشور، یک جنگ به وجود بیاید، یک نمیدونم ناآرامی به وجود بیاد که دست به چنین کارها میزنن، یا که واقعا براشون این مردم و این همه مردم هیچ ارزشی نداره. باز یک سوال دیگر به میاد میگوید که وقتی اینا گفته شده یک مسئله دینی رو مطرح میکنن، با میگن این مشکلات داخلی ما است. من همین سوال رو دیگر خیلتر دوده از شما پرسیدم که آیا همین مسائل دینی و ایمانی، مسئله های دینی و ایمانی در یک کشور از دیگر کشور باید فرق داشته باشد؟ که مثلا فرض کردیم همین پوشیدنی لباس، امام خطیب گفت که، یعنی رئیس شورای علمای تاجیکستان گفت که مثلا گریم زن لباس پوشد که فقط رخسارش نمایان باشد، کف دستش نمایان باشد و رنگ لباس مهم نیست گفت. رنگ لباس مهم نیست گفت. و پس چی دیگه؟ پس همین قبول قانون برای چی است؟ برای چی است مثلا گریم؟ میگن که این مشکل داخلی ما است، باید ما در داخل دیگران دخالت نکنند. و شما به همین یعنی به یک پرابلم عمومی جهانی، عمومی مسلمانی دخالت کرده شدید، میگید با این مشکل ما است، این پرابلم داخلی ما است، و کشور مستقل ما خودمون میدونیم. بله، واقعا وقتی آدم فکر میکنه میبیند همین طرز معامله اینها را، واقعا حیران میشود که اینها این با کدام اندیشه و فکر اینها چی است، چی فکر میکرده باشن با این عملکرد، با این معامله هایی که نسبت مردم شو دارن. حیران میمونید. نگاه کنید، بیاید در همین باره از بیرون به مسائل داخلی ما دخالت کردن یک بار صحبت کنیم. خب گوش بده، ببین، اگر واقعا از دیدگاه من اگر واقعا در داخل تاجیکستان فضا آزاد می بود، بعد قبول این قانون دانشمندان داخلی کشور اگر می توانستند که صدا بلند میکردن و خطرات این قانون رو هم از نگاه شرعی، هم از نگاه مشکلاتی مثلا مذهب ملی بیان میکردن، در این وقت هیچ نفر از بیرون دخالت به این موضوع نمیکرد. اما چون در داخل کشور هیچ نفر حقی صدا بلند کردن ندارد در این موضوع، دیگر مجبور هستند که نفرانی که در بیرون هستند اونها مثلا از این ارزش‌ها در داخل دفاع کنند. یعنی این چیزا باید به نظر بگیریم. حالا اینها خفگی از این دارن که مردم مثلا دیگر نفرها در مورد وضعیت داخلی اونها صحبت دارن. این از نگاه شما اگر آزادی در داخل کشور وجود می داشت و همه خطیب هایی که در مساجد هستند در برآمدشون میخواست مثلا این مشکلات رو مطرح میکردن و میگفتن که این قبول این قانون این مشکلات رو به وجود میآورد و حقوق این همه مثلا شهروندان پایمال میشود و این مثلا فرض الهی است، این دیگر شاید که نیاز نبود که مثلا در بیرون از بیرون همه صدا مثلا سر صدا شود. یک بیچاره سرسورده پیشوا رو به خاطر اون که از سطر و حجاب دفاع کرد بردن 15 شبانه روز پشت پنجره کردن. این واقعیت تاجیکستان است. یعنی این واقعیت تاجیکستان است. وقتی در داخل تاجیکستان فضا وجود ندارد، هیچ کس توان حرف زدن ندارد، اون نفر هم حرف میزند که باید با طرفداری از اون قانون حرف زند و هر شکلی باید این قانون رو سفید کند.
بیاد یک دیگر قوم و ملت های هم پیروان اسلام و هم پیروان دیگر فرق میکند. وقتی که شخص به سر و لباس تاجیکان نظر می اندازد، پیش از همه منصوبیت ملی و بعد از آن منصوبیت دینی آن را کشف کرده میتواند. یعنی در تمام لباس های ما همین دو جهت و توازن بسیار نیکوی آن نگاه داشته شده است و من بسیار توصیه میدادم که شخصانی که در اطراف این موضوع مسئله گذاری کردنی هستند به همون کینوهای بسیار جالبی که در سالهای 60 و 70 ما تاجیک فیلم تهیه کردگی بود به همون کینوها نظر اندازند. این چنین به برنامه‌های دو شبکه نوی تاجیکستان، شبکه سیاحی و شبکه سینما نظر اندازند که در آنجا معلومات ها و برنامه‌های از دوران همین سالهای 50 تا 80 پیشنهاد می‌گردد که تمام نزاکت و نفاست لباس ملی و لباس دینی و مذهبی ما در آن انعکاس یافته است و ما باید تاکید کنیم که همین عنعنه اندک چادر یا پرده گرفتن هنگام کلین آوردن در فرهنگ قدیمی ما بسیار یک عنعنه مخصوص بوده است. مثلا وقتی که کلین میفراوردن با چادر میفراوردن که پاکیزگی، عفت، تازگی، اخلاق و همه آن آرزوی و آمالی که شخصی که کلین میکرد در همین زیر چادر عفت و پاکیزگی بیان گردد که این فرهنگ بسیار برجسته هنوز دوران تا اسلامی ما است و ما باید در مرحله کنونی برای نگاه داشتن مقررات، معیارها و طلباتی که به لباس دینی و مذهبی ما ظاهر می‌گردد در زمینه برجسته نشان دادن خب سر و لباس ملی خودمان تمامی سعی و تلاش ها را انجام دهیم. همین منطق گپش چی بود؟ همون ما شما پرسیدنی چی میخواست در اینجا چی را میخواست بیان کنه؟ در یک شبکه تلویزیونی دولتی میبراید یک نفر عضو پارلمان تاجیکستان چی گفتنش رو نمیدوند. حالا ببینید میگوید به فیلم های سالهای 50 اهمیت دیم. چرا به فیلم های امروزه نه؟ چرا امروز ما فیلم نداریم که فرهنگ تاجیکان رو انعکاس کند؟ یعنی ما برگردیم به 80 سال قبل برای اون که دونیم که فرهنگ ملی ما چی است، سر لباس ملی ما چی است، باید ما از سال پیشنگ کینوها رو تماشا کنیم. زمانی رو که به خالی مستقل نبودیم، این زمان در حیات اتحاد جماهیر شوروی بودیم. حالا تاجیکستان صاحب استقلال است. 30 سال شد. 30 سال شما یک کینو یک فیلم نبرآوردید که با اون اشتراک کنید که ما حکومتی دولتی صاحب استقلال داریم. در زمان صاحب استقلالی مثلا صدام نیست؟ صدا هست؟ بله هست. ببینید ما در یک دولت صاحب استقلال زندگی میکنیم. 30 سال شد دولت صاحب استقلال داریم و فلان فیلم را که در زمان صاحب استقلالی کشور ثبت شده است به نوار گرفته شده است که فرهنگ تاجیکان را، فرهنگ ملی تاجیکان را انعکاس میکند، فلان فیلم را تماشا کنید. نه، به فیلم های سالهای 50 اصل گذشته رو بیارید. با گفته ایستاد است که فلان سینما، فلان تلویزیون ها را، شبکه سیاحی و شبکه چی تماشا کنید. در آن فیلم های سالهای 50 را نشان میدهند که در آنجا چگونه سر لباس میپوشیدن تاجیکان ما نشان داده شده است. اوی از امروز گپ زن، امروز چی داری تو؟ همین گفتنی گپش همین است که در 30 سال استقلالیت ما هیچ کار نکردیم برای فرهنگ ملت. خودت گفته شدی برای فرهنگ ملت هیچ کار نکردی، یگان چیزی پیشنهاد میکردگی نداری. هر نمیداری از همین گپ. این گپ رو به همین برنامه تو تیاری دیده آمدی؟ شرمنده؟ در 30 سال استقلالیت یگان چیزی پیشنهاد میکردگی برای انعکاس فرهنگ ملی نداشته ای. با درباره مذهب شوکت جان صحبت هر 4 نفرش همین مشکلات داشت. خب اون صحبتی که سلیمان
دولت زوده کرد. مسئله شهرت نمایی را بعد چی ربطی دارد به این موضوع؟ مسئله که خودی اون حقوقدان برداشت، تنظیم نظام اقتصادی با مثلا این قبول این قانون و خودی مثلا مفتی که از سوال اصلی که مثلا بیان کردن اون لباس شرعی اسلامی باشد از اون فرار کردنش، یعنی در صحبت همش این مشکلات وجود داشت. ولی چون اینها چگونه که قبلا گفتم اینها یعنی دیگه قربانی اون یک نفر خودخواه شدگی هستن که باید مجبور هستن که به هر شکلی یا اون قانونی که باید قبول می شود که حتما قبول می شود اون رو باید برای مردم یعنی سفید کنند و برای مردم جامعه شرعی بپوشونند. این مشکلی هست. بله. تشکر از گفته شما. چون این برنامه که در طول تاریخ موجودیت ملتمان لباس ملی ما بارها تکامل یافته است، شکل گرفته است. مردم ما معیارهای دینی خودشان را با همون سر و لباس عنعنوی ملیشان به جا آوردن و خوشبختانه نمونه چنین لباس‌ها تا حال هست. اشتاری که شما ذکر کردید خصوصا در توی‌های دامادی و عروسی دیده می شود که عروس با یک لباس خاصی که مطابق به معیارها است توی‌های دیده می شود. درست قید کردن. بینیده یک مسئله بسیار مسئله نازک از نقطه نظر دولت سازی است. کمتر اینها کمتر خطا شده موند. این درست کردنی است. مالاس بفرمایید بعد گوش بکنید. همین قدر تبلیغ لباس ملی آیا همین حفظ فرهنگ و لباس ملی تنها مربوط زنها و خانم‌ها هست؟ یعنی مردها این مسئولیت رو ندارن؟ نه، مخصوص رومال مخصوص زنهای مسلمان یعنی سطر و حجاب پوش است. یعنی ترغیبی باید همین زنهای نمازخوان سطر پوش باید ترغیبی لباس ملی کنن. چرا از خود حکومت سر نمیکنه؟ یعنی سوال منطقی هست که چرا همین لباس ملی تنها زنها داشتن، لباس مردهای ما لباس ملی از قبل نداشتن؟ بله. اگر مثلا لباس ملی اینقدر برای شما ارزش دارد، اینقدر عزیز هست، اینقدر یعنی نمیدونم جایگاهش طرز صحبت میکنن که اگر به این لباس ملی خب بله لباس ملی جایگاه دارد، مردها در اینجا چی نقش دارن؟ یعنی علاوه دارید در این صحبتتون؟ یک بار من فکر میکنم که برادر جان برنامه‌های بعدی ما کوشش کنیم که یعنی بیشتر صحبت کنیم که از وضعیت این اجتماعی و این وضعیتی که امروز مثلا در کشور هست، یعنی این نتیجه کدام افکار اندیشه است، یعنی کدام افکار اندیشه یعنی در جامعه ما شکل گرفته است که این همه این نتیجه رو ما داریم امروز میبینیم. یعنی این نمود مثلا نفرا رو میبینیم که به این شکل صحبت میکنن. باید ما این را در برنامه‌های بعدی مثلا از این جهت حالا نگاه کنید لباس رو به یک روز همین جشن عروسی یک زن در تمام حیاتش یک روز میکنه. یعنی یک لباس روزمره یک انسان که به کوچه میبراید، به حکومتی به اداره حکومت میرود، به یگان کارخانه میرود، به بیمارخانه میرود، نف به یک روز لباس رو محدود کرده. درباره یک روز صحبت قانون میبراری برای یک روز است. یعنی درباره یک روز صحبت دارن اینا، درباره یک روز عروسی. اینش هم میبراید عروسی میگوید، ویش هم میبراید عروسی میگوید. با درست قید کردید که گفته تصدیق کرده گام میزند. نگاه کنید هیچ وقت به هیچ وجه گردنت باید نموده استاد گفتنی گپ این سر و لباس اسلامی نیست. صراحتا گفته شده است که طرز شما رومال پوش روسری شما باید یعنی سری سینه شما رو پناه کند. این چیز صراحتا گفته شده است. یعنی طرز شما رومال بپوشید که همین رومال شما بفراید پایان. از این میبراید که گردنت نماید گفتنی گپ نیست. سید مکرم عبدالقادر زاده فهموند به شما که
رخسوره انسان، دست انسان و پایهای انسان. اگر اینجا به یک چیزی دیگر من دوملا اشاره کردم، گفتن که اینها ما هممون مسلمان هستیم و باید لباس های ملی را طبق دستور شرعی مثلا گریم دختر پوشیم، طبق دستور شرعی لباس های ملی را دختر پوشیم. شما لباس های ملی گفته چی رو در نظر دارید؟ همین ادرس و اطلس با چی؟ چکان با چی؟ مثلا گریم با گفتید که هر منطقه جداگانه به خودش شرع لباس دارد. وقتی که لباس یگانه ملی نداریم، خودتون اقرار هستید که هر یک منطقه به خودش جداگانه طبق همین منتالیته خودش سر لباس جداگانه دارد. یعنی از این میبراید که ما سر لباس یگانه ملی هم نداشتیم. هر یک مثلا با اشاره هم کردن که مثلا گریم در سوق یک نمود میپوشند، مثلا گریم در بدخشان یک نمود میپوشند، در ختلان یک نمود میپوشند. خودشان گفته ایستادن وقتی که این خیل هست و لباس یگانه ملی هم نداشتیم، چرا شما همه را یک نمود دیدن میخواهید؟ چرا؟ این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که چرا شما سیاه‌پوشی یا اینکه رومال دختگی پوشیدن، نودخت پوشیدن کار داره در همین زمان امروز بیشتر با آن توجه می شود که یک رومال رو ببر کنند که تست او رو بسته نیستند، تست کشوده شده نیستند، گریه هایش کشوده شده نیستند، تست اثر نافتاد. بسیار رومال های دختگی برآمدگی است. او نه به عرب داخل دارد، نه به ترک داخل دارد، نه به یمنی داخل دارد، نه به مصری داخل دارد، نه به تاجیک، نه به ازبک داخل دارد. این یک همین مثل همین گالستوک همین گردن شما یا اینکه همین کاستوم شما یک چیزی است که گفت روزها удобно است. کمو که удобно گفت روزها. شما میگیرین اون رو میگیرین، نه تو باید این خیل کره باندی رومالا بگیری از او تو کارا چی؟ من به همین حیران هستم که اینها خودشون میگن با ضد خودشون گام میزنن. برادر شوکت جان، همین چند قانونی که آخر قبول کردن، نه تنها لباس، نه تنها لباس، حتی مثلا عیدگردک، نه مثلا عیدگردک کودک ها، بله. وقتی قانون قبول میکنن اون قانون رو اساسدار میکنن با یک سفسطه‌ای که اصلا هیچ نمیچسبد به اون. یعنی تاب گدایی پیدا میکرده است. یک سفسطه‌ای با عصر اومده است گدا نشده است. مثلا همین گپ گفتن همین که در دور امام علی رحمان همین عیدگردک بود در دور بچگیش، در دور کودکیش. یعنی این گفتنی گپ است که همین امام علی رحمان تاب گدایی دارد. اگر جان خودش تاب گدایی رو احساس میکند و نمیخواهد ملت آینده همین خیل مصری خودش تاب گدایی داشته باشد. این همین یعنی توف کنی برای خودت میچسبد. فرض کردیم اگر در همین دعواشو شوکت جان، در همین دعواشو اگر صادق باشن که یعنی همین عمل یعنی طبع گداگی به وجود میاره، اینا باید رحمان رو پیشه بگیرن. یعنی ملت رو رحمان رو گدو کرده است. یعنی امام علی رحمان رو ملت تاجیک همیشه گدو کردگیه، چون خودش این مدت 30 سال دارد گداگی میکنه. یگان عمل انجام نداده در کشور که مثلا رشد اقتصادی به وجود بیاید. یعنی کشور ما از همین بدبختی مردم ما نجات بیابد بجز طلبندگی و گداگی. اگر میخواید که واقعا این مشکلات از کشور ما از مردم ما برطرف شود، این مشکلات رو برطرف کنید. یعنی برای میگم که هر چند قانونی که در آخر قبول گشتگی هست، هم این مسئله، هم مسئله حجی زیارت، هم مسئله منع کردن کودکان از عیدگردک با یک چیزهای اساسناک میشن که اصلا هم سفسطه است. این مسئله لباس پوشی صحبت این 4 نفر دیدیم. یک کش لباس ملی ندارد، یک نفرش ملی ندارد. حتی همون تعریف لباس ملی را چگونه تعریف کنه نمیدونن. یعنی این مشکل است. برای همین وقتی جامعه ها واقعا جامعه ها در یک حالت گرفتار میشوند که در یک حالت‌های گرفتار، در یک حالت بحرانی گرفتار میشوند، در یک حالت بحرانی گرفتار میشوند، هم از نظر ایدئولوژی که واقعا امروز ما گرفتاری بحران ایدئولوژی هستیم در کشور. یعنی مدت 30 سال شد کشوری ما نمیداند که چیکار کنه.
یعنی کدام ایدئولوژی رو برای مردم تشویق کنند، معرفی کنند. این واقعا یک مشکلی هست و این مشکلاتی که امروز جامعه ما گرفتار است واقعا از همه جا در یک بحران گرفتار شده است. امروز وقتی آن هست که اندیشمندان و متفکران، دانشمندان ما بشینن سر این مسئله فکر کنن که چه کار باید انجام داد که این مثلا جامعه ما از این مشکلات باید مثلا بیرون برود. شاید به بعضی وقتها بعضی جامعه ها مجبور میشوند که در چنین حالت ها از نول میان شروع میکنن، از صفر شروع میکنن، از عادی ترین مسائل میان شروع میکنن برای فهماندهی مردم. ببینید در اروپا وقتی که همین مشکلات وقتی که در عصر میانه ما اگر ببینیم مشکلات گرفتار این بحران ها بود، میآید مثلا یکی از فیلسوفان فرانسوی که همه میدونیم مثلا دکارت، شک دکارتی که معروف است، میآید سوال میکنه از خودش، یعنی مثلا که آیا من وجود دارم یا ندارم؟ این برای چی است؟ این برای چیه؟ برای این است که همین جامعه باید بیدار شود، یعنی طرز فکر کردن درست رو بیاموزد، یعنی اون کارگاهی فکر تولید کنی او رو مثلا درست کند، وسایل فکر کردنش درست کند، یعنی روش فکر کردن درست کند. یعنی جامعه ما واقعا امروز نیاز به این چیزها داره که باید از صفر شروع کند و بیای خودش رو دوباره بسازد. نباید تکیه کند دیگه، تکیه به این افکار اندیشه 70 ساله مثلا بولشویکی کند. باید از این افکار اندیشه باید خودش برهاند تا وقتی که نتواند از این افکار اندیشه خودش رو خلاص کند و یک اندیشه ملی، یک اندیشه واقعا ملی مذهبی با وجود نیاید، این کشور ما پیشرفت نمیکند با این نمود افکار اندیشه که ما امروز دیده استیم. برای همین بعضی وقتها لازمه آید که جامعه ها بیان از صفر شروع کنند، بعضی سوالگزاری ها کنند، سوالگزاری های روز و جواب های مطابق به همون روز. در این وضعیت، در این حالت می شود که جامعه دوباره زنده شود. یعنی امروزه جامعه ما به احیای دوباره نیاز دارد، از نگاه فکری، از نگاه مثلا اندیشه، که تو بتواند دوباره خودش رو مثلا سر پای خود بیستد. اما اگر باز هم ما بیستیم و منتظر باشیم که این مردمی که امروز ایدئولوژی حکومت هستند و این حکومت رو دارن طرفداری میکنن، ما با امید این باشیم که اینها برای ما فکر نو تولید میکنن، افکار تولید میکنن که جامعه ما رو زنده میکنن، ما 100 سالهای دیگر مثلا اخی میمونیم از این کشورهای پیشرفته. این یک واقعیت است و روی این بیشتر ما فکر کنیم. یک چیز پرسیدنیم، نمیدونم بپرسم یا نپرسم. به زیاییان کشور، من به علمای دینی کشور شما نسبتشان چی گفتنی هستید؟ همین شب روز چی باید کنند؟ شرایط تاجیکستان رو میدونید، همه ما دیده شدیم هر روز نبض تاجیکستان سنجیده می شود. مثلا شما خودتون رئیس دستگاهی یک سازمان سیاسی هستید و نبض تاجیکستان رو شب روز سنجیده میستید و با این نوبت گرفتن شرایط امروزی سیاسی تاجیکستان، توصیه شما به زیاییان کشور، به علمای دینی کشور چی است؟ من تقریبا به زیاییان کشور که واقعا همیشه دعوا از یعنی علم میکنن و ماها بنام مثلا دومله ها رو نمیدونم فنت و خرافاتی میگن، من خواهش میکنم که یک بار بیاین در همین زمانی که هستن اندیشه های هیگل رو بررسی کنن، یک نظر کنن که مثلا یعنی فیلسوفانی که در این اروپا زحمت کشیدن و امروز اروپا رو به این جا رساندن، یک بار بیان نظر کنن به اندیشه های اینها که یعنی در رابطه و خود رو بعداً نظر به خود کنن. بعد این مثلا ببینه که یکی از اندیشه های مثلا اگر ما فلسفه تاریخ نگاه کنیم، وقتی که هیگل و فلسفه تاریخ بها می‌دهد، مثلا میگه که تاریخ بشریت همیشه در حالی صعودی بود، یعنی یک خط راستی در حالت صعودی بود و انسان مثلا یک انسان میگه که از شی، یعنی از پردمت همیشه حرکت میکرد به سوی انسانیت و حالا مثلا بیان مردم ما همین مسائل رو با همین شکل یک بار مرور کنن، همین زیایی‌های ما خصوصا، و ببینن که خود اینها در کدام مرحله قرار دارن. آیا به درجه انسانیت رسیدن؟ آیا احساس دارن که اینها باید اراده داشته باشن؟ یعنی همین احساس دارن همین زیاییان ما که باید یک انسان اراده داشته باشه. ما فکر نکنم که حالا به همین احساس رسیده باشن زیایی‌های ما.
یعنی یک اراده داشتن یک احساس این که من اراده دارم. ما فکر میکنیم زیایای ما تا حال درک نکرده هستند که یک انسان باید اراده مستقل داشته باشه، یعنی باید بتواند مستقلانه تصمیم بگیرد. یعنی ما فکر نمیکنیم که به همین درجه رسیده باشن. از اگر بیاین همین مسائل به همین شکل یک بار اینقدر مثلا اینقدر دعواهای مثلا بالا خانه‌دار بیان همین مسائل به همین شکل یک بار ببینن، بعد با خود مقایسه کنید در کدام وضعیت قرار دارن. ما آمدیم متاسفانه 10 میلیون مردم، یعنی آمدیم زیری قرار گرفتیم مثلا غلام اراده یک نفر. 10 میلیون مردم یگان نفر اراده مستقل ندارد، یعنی مستقلانه نمیتونه تصمیم بگیرد، مستقلانه نمیتونه فکر کند، مستقلانه نمیتونه دست به یک کار بزنه. اما با کدام کجا رفته ایستاده این واقعا خیلی برای من یک شهروند تاجیکستان خیلی دردناک است. ما داریم حرکت میکنیم به عصر میانه، برعکس ما داریم حرکت میکنیم. در ظاهر در علم جامعه شناسی یک اصطلاح هست اشباه و نظایر، یعنی در ظاهر اون چیزهایی که برای کشورهای پیشرفته است ما داریم، مکتب داریم، دانشگاه داریم، دکتر داریم، خب همه این چیزها در ظاهر وجود دارد، اما روحی کشورهای پیشرفته وجود ندارد در کشور ما. بیایم این مسائل با این شکل باید بررسی کنیم، باید با هم بحث کنیم که مشکل در کجا است. ما یعنی وقتی که بله وقتی که درباره این چیزها گپ زده می شود، یعنی عملهای ضد دینی، ضد مثلا آزادی و حقوق‌های انسانی در تاجیکستان واکنش ها می شود، نگرانی ها می شود. اینا میگن که ما 5000 مسجد داریم، بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی داریم، بزرگترین مرکزی اسماعیلیه داریم، تعدادی مسجد 4000 مکتب داریم، 5000 مسجد داریم. همین خیلی حرف زده می شود. آیا مثلا گریم زنان حجاب پوش را به ظاهر پرستی اینها متهم میکنن، یعنی ظاهر دارد و باطن ندارد. آخر همین خودتون همین طور نیستید. مثلا گریم یعنی امام علی رحمان با همین مرکزی اسلامی اسماعیلی بزرگ، مسجدی بزرگ داخلش همین مسجد بزرگ ساختی، روز جمعه 2 قطار همین مسجد بزرگ نماز خوان نمی شود، یعنی طبق نیاز مردم نیست همین چیز. یک چیزهایی به هم زید. وقتی که روز جمعه نماز میخواند مردم، مسجد پر نمی شود، از این عبارت که او در کار نبود به مردم. بله یا اینکه مردم رفتن نمیمونی به مسجد. این چیزها رو بررسی کردن لازم است. اینها نه تنها در رابطه با مسائل دینی، حتی در مسائل دنیوی هم به همین شکل مناسبت بله. همه پیشرفت رو، یعنی یک دولت معاصر رو در همین ظاهر میبینن. در ما این چیزها داریم، این چیزها جدا، این چیزها در شکل هستن، اشکال بیروح اینها هستن. ببینید در دانشگاه های ما همه شکل زمانوی، اما جز خدمتگار دولتی چیزی آماده نمیکنن. یعنی دانشگاه های ما جز بلگوی مداح، آره جز بلگو مداح خدمتگار دولت. ببین اکثر اون نفرانی که به این دانشگاه ها داخل میشن چی کسب ها هستن؟ یا پروکورور هست، یا مثلا این یوریست، این کسبایی که مثلا خدمتگار دولتی میشن. از علوم انسانی ببینید که سطح دانش های انسانی در تاجیکستان ما چی اندازه است. علوم جامعه شناسی، علوم سیاست شناسی، علوم مثلا اقتصاد، دیگر علوم هایی که مثلا مربوط مثلا علوم انسانی هستند، چه فلسفه، مثلا این به چه حد هست؟ یعنی وقتی که ببینید در صحبت خود امام علی رحمان همیشه تاکید میکند، به چی تاکید میکند که شما علوم زمانوی بخونید و تاکیدش فقط به چه بر علم هایی که در خدمت این حکومت دیکتاتوری باشد. یک بار آموختن علوم انسانی جامعه ها رو علوم انسانی میسازد. بله. یعنی مشکلات جامعه ها رو کسی میتونه درک کند که
یک دانش انسان از علوم انسانی بهره برده باشد، از علوم اجتماعی، علوم مثلا سیاسی، اقتصادی، از این مسائل آگاه باشد. ببین کدام در دانشگاه های ما در این علوم سطح این علوم به چه اندازه است، این دانش ها در کدام سطح؟ برای همین میگم که در ظاهر همه اون چیزی کشورهای مثلا دولت های معاصر وجود دارد، اما در باطن در واقع ما یک کشور عقب مانده ایم از همه جهت. از همه جهت اگر بررسی کنیم ما یک کشوری چی عقب مانده ایم. کشور اصل میانه از اصل میانه بدتر که یک پدر رئیس جمهور هست، خودش رو پیشوا اعلان میکند و بعد از خودش فرزندش رو میاد پرزیدنت تعیین میکند، کسی حق حرف زدن ندارد. این کجا کشوری پیشرفته است؟ دولت معاصر زمانوی است. کجا این؟ در اصل میانه می کار نمیکردن. حالا ببینید یک چیزی ساده روشن، همین پرزیدنت اگر به ملت باور کند، به مردم باور کند، به کادرهای امروزه تاجیکستان باور کند، خیر فرض کردیم یک یا دو نفر فرزندش مثلا گریم در اطرافش بودنش هیچ مشکلی نیست، لیکن تمام اهل اویلش رو به اطرافش جمع نمی کند. همین تمام اهل اویلش رو یکیش رو شخص دوم، یکیش رو شخص سوم کردن، دنبال‌ها رو گرد اطرافش جمع کردن، خصوص بچه ها رو در گرد اطرافش جمع کردن، اکزاده ها رو در گرد اطرافش جمع کردن. این مضمون اون رو دارد که همین آدم به ملت باور ندارد. همین آدم خودش رو از ملت جدا میدوند. با این رو همین آیان و نوایان کرده، پیشوای معظم ملت، جناب عالی محترم پیشوای ملت گفته میگیرن این پیشوا به شما باور ندارد، همه شما رو همچون غلام استفاده میبرد، برایتون از غلام بالاتر یگان مقام قائل نیست. از غلام بالاتر یگان مقام قائل نیست. انا برای همین پسرش شخص دوم است، دخترش شخص سوم است، دومادش این است، خصوص بچه هاش اون هستند، خصوص بچهش بانکر است و هکذاها، و تمام داروهای کشور را به همین اطراف خودش باور کرده است. یعنی این مضمون اون رو دارد که به شما اطراف جناب پیشوا بوده ها، یعنی شما پیشوا گویک ها، به یگان تد از غلام بالاتر یگان مقام قائل نیست. و باز گشته خودش پرزیدنت شد. مضمونش همین است که به یگان تد باور ندارد که شما یعنی همین کشور را زمامش رو به دست بگیرید و یعنی به یگان تد باور ندارد که همین حکومت رو زمامش رو به دست بگیرید. امام علی رحمان در دوام حکومت دوری یک نفر دیگر امان و آسوده زندگی میکند. به همین باور ندارد، چون که همه دزدی رو کرده است، همه غارت رو کرده است، همه بیناموسی رو کرده است، همه این رو میداند. برای چی به هیچ کس شانس نمیدهد که جایش رو بگیرد؟ برای اون که میداند که اگر همون روز که از منصب رفت کارش بیزیب میشود، جوش پشت پنجره زندان می شود، همه اهل اولادش پشت پنجره زندان می شوند. انا برای همین هم به کسی اعتماد ندارد بغیر از اطرافیان خودش. همین گجای تحلیل و بررسی ایلوگی میخواهد، همین چیز گجای نفهمی میخواهد. و همون نفرانی که واقعا ارادهش و سلب شدگی از اونها گرفته شده است و اجازت ندارن که در این باره فکر کنن، اونها با دعوای آزادی میکنن. حالا شما غلام، من واقعا پستر از غلام میدونم، یعنی همچون یک پردمت اینها استفاده میشوند، همچون یک پردمت، یک اشیا استفاده میشوند این مردم. همین 4 نفره که در اینجا صحبت داشتن، این قدر با مشقت، این قدر با مشکلی، با نمیدونم با صحبت اینها. برای همین من گفتم که خب مثلا همه جای عجایب است. چی بود؟ جای عجایبش همین است که یک مسئله رو برای بررسی اینجا آمدن 4 نفر، به یک دیگرشون سوال میتیان، از جواب گرفته رفته هم میگیرن. آخر مثلا گریم همین کی بود نامش، عبدالرحیم خالق زاده
پریچوم تو مثال گریم درباره کمین قانون نو علاوه قانون نو تو گپ زده ندار کن پریچوم دستورخونه مردم پریچوم اینجا چی ربط دارد چی اقتصادی اجتماعی اینها تو گپ زن همین چی برای چی من کردین برای چی قانون برآمد همین گپ زن همین رومال یک زن چی ربطی به اقتصادات کشور دارد تو از سوال نگریز چی ربطی به اقتصادات که رومال یک سر همین معنی داد کن چی ربطی به اقتصادات کشور دارد چی ربطی به پرابلم های اجتماعی کشور دارد اگر یگان چیز یگان ملاحظه داشتگی باشی یگان فکر داشتگی باشی گپ زن ما قبول کنیم با جامعه فهمون بله برادر شوکت را اگه اجازت باشد من یک چون شما گفتید که یک چی گفتنی برای زیاییان و کردم برای دانشمندان من واقعا خیلی از این واکنش هایی که اخیر کردن از یک جهت واکنش های طبیعی بود و من بیشتر یک خواهش برادرانه این است که بیشتر مسائل رو چقدرتر از این فکر کنن یعنی بیاین یک لحظه بشینن که یعنی اصلی همه این مصیبت ها چی است و باید چیکار کرد بیان واقعا ببینیم که مثلا آیا امام علی رحمان یا حکومت امروزه تنها در همین مسئله حجاب خلاف شریعت و خلاف دین اسلام عمل کرده است خلاف ارزش های دینی ما عمل کرده است یا که قبلا این چنین عمل ها بود و وجود خود امام علی رحمان در این منصب آیا همین شرعی هست آیا این جوابگو به قانون های مثلا تاجیکستان هست و آیا شما راضی هستید که مثلا این یک نفر حکومت را غصب کند مدت 30 سال و مثلا شما راضی هستید که همین چیز مثلا دوام کند واقعا من این چیز رو نمیفهمم دانشمندان و علمای محترم باید روی این چیز با هم فکر کنیم با هم بیاندیشیم و راه حل این رو پیدا کنیم از نگاه شرعی اگر ببینیم این از نگاه شرعی غاصب حساب می شود یعنی یک حکومت رو غصب کرده است در اختیار گرفته است با زور و خودش رو مجبور پیشوا اعلام کرده است این رو باید فکر کنیم اگر میخوایم که این مشکلات همه برطرف شود این حقوق پایمال کنی ها این محدودیت ها اینها همه برطرف شود باید روی این مسئله باید فکر کنیم که ما یک حکومت مردمی داشته باشیم مردم حق صحبت کردن داشته باشد حق انتخاب داشته باشد و مدت پرزیدنتی اون نفر معلوم باشد چند سال چند وقت و روی این مسئله باید فکر کنیم و با هم و هر نفر احساس مسئولیت کرد در این مورد اگر هم یک شهروندان کشور هر نفر احساس مسئولیت کنه من حتما 100% باوری دارم که به این مشکلات میرسد یعنی به درک این مشکلات میرسد که مشکلات اساسی در کجاست تشکر زیاد برادر عزیز گرامی طول 2 ساعت می شود که صحبت میکنیم وقتی ما هم به آخر رسیده شده است به شما تشکر زیاد عرض میکنم و امیدوارم که در برنامه‌های دیگری ما هم وقت جدا میکنید و اشتراک خواهید کرد به شما برای کار میخواهم سلامت باشید زنده باشید تماشابینان عزیز گرامی این بود برنامه روزانه فکر که بار اول در شبکه یوتیوبی پیام تیوی رفته ایستاده است و از یکایی که شما من احترامانه خواهش میکنم که این برنامه ما را دستگیری کنید لطفاً پسند کنید یعنی تگمه لایک را پخش کنید و خواهش میکنم نظرهای خود را درباره موضوع بررسی شده درباره مسئله هایی که ما بحث کردیم نظرهای خود را بنویسید و حتما اگر به این فکر هستید که این برنامه‌ای که گذشت واقعا مفید بود و دوستانتان لینکش را بفرستید و یک خواهشی من این است که همینجا خیلی نفران ما را تماشا میکنید و خواهش میکنم تقریبا 70% نفرانی که ما را تماشا میکنن آبونه نیستن لطفاً آبونه شدن و لایک گذاشتن را فراموش نکنید به کانال یوتیوبی ما آبونه شوید وعده میدهم که ما به شما همیشه و با دوام برنامه‌های مفید پیشنهاد خواهیم کرد سلامت و سربلند و پیروز باشید با شما بودم شوکت محمد در برنامه روزانه فکر
تا برنامه های دیگر خدا حافظ و نگهدارتان باشد.